بیایید بعضی قاعده های یافتنی فونکسی ابتدایی رو اینجا تکرار کنیم یا مشق کنیم. اینجا من می نویسم سرلابه موضوع حاضره این قاعده های یافتنی فونکسی های ابتدایی. ابتدایی اینجا من میخوام یک چند تصدیقات رو پیشنهاد کنم یا اثبات کنم. تصدیقات این چی است؟ مثلا فونکسی هایی که ما تا این دم آموختیم فونکسی های ساده بودن. فرض میکنیم که فونکسی داده شده یک فونکسی مرکب است، یعنی در ترکیبش یک چند فونکسی های گوناگون هستند. چی طور یا چگونه به همون فونکسی هایی که شکلشون مرکب است فونکسی ابتدایی یافتن می شود، ممکن است. اینجا من یک تصدیقات می نویسم. تصدیقات رو عادتا در متماتیک با لما اشاره می کنم. اینجا لما این یک تصدیقاتی است که ما اثبات کرده می توانیم و برای یگان چی حساب کردن یگان تصدیقات بزرگتر یا مثال های استفاده برده می شود. لما چی میگوید؟ اگر فونکسی f کلان از x فونکسی ابتدایی، بیاید فونکسی ابتدایی رو من با f اشاره کنم. f این فونکسی ابتدایی، یعنی این فونکسی ابتدایی f خودرک از x باشد و اینچنین یک فونکسی دیگر میگیرم g از x. این چی باشد؟ فونکسی دیگری ابتدایی و یک فونکسی دیگری داده شده g از x باشد. یعنی فونکسی f خورده از x داده شده است. ما رنگی آن چنان که پیشتر کردیم و آن یگان فونکسی ابتدایش رو یافته میتوانیم و اینچنین به دیگر فونکسی داده شده g از x ما میتوانیم یک دیگر فونکسی ابتدایش رو پیدا کنیم. آنگاه لما میگوید که اگر دو فونکسی داده شده باشد آنگاه اگر من گیرم سوم این فونکسی ها، یعنی فونکسی f کلان از x جمع g کلان از x، این می شود فونکسی ابتدایی f خورد از x جمع g خورد از x. انا همین تصدیقات را من باید اثبات کنم. یعنی دو فونکسی داده شده باشد، سوم این فونکسی ها فونکسی ابتدایی همون فونکسی های چی میگد اولی داده شده، سومی فونکسی اولی داده شده می باشد. اثبات من از تعریف فونکسی ابتدایی بیرون نمیروم. تعریف چی بود؟ فونکسی f از x فونکسی ابتدایی فونکسی خودرک f از x نامیده می شود اگر حاصله f کلان از x برابر باشد با f خورد از x. یعنی اگر f شتریخ از x برابری با f خودرک از x باشد آنگاه این از روی چی میگه تعریف فونکسی ابتدایی آنگاه f کلان از x این فونکسی ابتدایی f خودرک از x بود. اینچنین از تعریفی حاصله استفاده میبرم و چنین می نویسم که به دیگر فونکسی داده شده g شتریخ از x این برابر است با g خودرک از x. همین هر دو طرفی برابری رو من با هم جمع میکنم، یعنی طرفی چپی برابری رو با هم جمع میکنم. این برابر است، برابری چون که تغییر نمی‌یابد و طرفی راست به سومی طرفی راست. آنگاه چی میشود؟ f شتریخ از x جمع g شتریخ از x برابر است به f خودرک جمع g خودرک. این درست است چون که من دیگر یکم کار نکردم، آن یک برابری رو به دیگر برابری جمع کردم.
اکنون از روی خاصیت حاصله من نویسه میتونم f این حاصله رو بیرون نویسه میتونم، بیرون از سوم نویسه میتونم، یعنی سومی f کلان از x و g کلان از x چی هست. اگر من حاصله رو به بیرون کشانم این درست است، چون که حاصله سومی دو فونکسی این به سومی حاصله ها برابر است. این برابر است با همون چی میگوید طرف راست به یگان تغییر. از این چی میشود؟ این طرف چپ رو سومی دو کلان رو من با اشاره میکنم با فی کلان از x، یعنی دو فونکسی دو داشته بود، من دو فونکسی رو با هم جمع کرده فونکسی سیم رو ساخته میتونم. این رو همچنین اشاره کردم و همچنین طرف راست رو من اشاره میکنم با فی خودترک از x، یعنی طرف چپ چی شد؟ فی کلان شتریخ از x این برابر است به فی خودترک از x. بنابراین از روی تعریف فونکسی ابتدایی چی میگوید؟ فی کلان از x این فونکسی ابتدایی فی خودترک از x. این از روی تعریف. اگر من برگشته بیایم این معناش همین که f کلان از x جمع g کلان از x این فونکسی ابتدایی فونکسی f خودترک جمع g خودترک آن چیه که ما اثبات کردیم. ما چی رو اثبات کردیم؟ تحقیقات میگفت که اگر دو فونکسی دو داشته باشد سومی فونکسی ها و سومی فونکسی ها من حساب میکنم فونکسی ابتدایی به هر یک فونکسی، یعنی سومی فونکسی ابتدایی این میشود فونکسی ابتدایی سومی فونکسی های داده شده. همینطور بیاید من با یک مثال اینجا لیمبه را جمع بست کنم. مثال فرض میکنیم که f خودترک از x برابر است با x کوادرات و g خودترک از x برابر باشد با کوسینوس از x. از اینجا من به هر یکی آنها فونکسی ابتدایش رو یعنی حساب کرده میدونم. ما یک چند بار تکرار کردیم. اگر من نویسم که f کلان از x برابر است با چی؟ با x نشان دهندش 3 تقسیم 3، آنگاه این فونکسی ابتدایی می شود با x کوادرات. برای چی؟ برای آنکه اگر من از این f کلان از x حاصله گیرم این برابر می شود حاصله x کوب تقسیم 3 این در نمود خود 3 ضرب x کوادرات تقسیم 3 و 3 به 3 اختصار می شود و حاصل می شود چی حاصل می شود؟ همون فونکسی f از x حاصل می شود. یعنی f کلان از x من اینجا انتخاب کردم این فونکسی ابتدایی f خودترک از x کوادرات می باشد. آنچنان ما یک چند بار تکرار کردیم که فونکسی ابتدایی بینیاد بسیار می باشند و در حالت عمومی ما آن رو می نویسیم جمع یگان کانستانتی داده شده. از اینجا این چی شد؟ این فونکسی ابتدایی x کوادرات می باشد. برای فونکسی دومینش من می نویسم g کلان از x برابر است با چی؟ با سینوس از x. در حقیقت سینوس از x فونکسی ابتدایی کوسینوس از x است. برای چی؟ برای آنکه اگر از g از x من حاصله گیرم این برابر می شود حاصله سینوس از x. ما علاقه می داریم که حاصله سینوس از x این برابر است با کوسینوس از x. برای پوره همه صنفی همین فونکسی ابتدایی با کوسینوس از x رو نوشتم. من کانستانتی سی رو دائمی سی رو اینجا با سینوس از x همراه میکنم. یعنی این با نامبری خود می شود فونکسی ابتدایی کوسینوس از x. این چی بود؟ این برابر است با f خودترک از x برابر است با g خودترک از x.
و چی بود اکنون من همون تعریف رو چی لمه یک رو استفاده میبرم. چیکار میکنم؟ هر دو طرفی برابری هر دو طرفی فونکسی f کلان از x و g از x رو جمع نموده حاصله میگیرم. چی میشود؟ f کلان از x جمع g کلان از x از همین سومه حاصله میگیرم. این برابر است به چی برابر است؟ x کوب تقسیم 3 جمعی من اول این رو می نویسم سینوس x. اکنون این دو کانستانت میتوانند کانستانتی برابر یا دیگرگونه باشد، یعنی به هر حال همین دو دویمی رو اگر من جمع کنم دویمی سیم حاصل می شود و دویمی سیم رو من با یگان حرف اشاره کرده میتونم و بیاید آن رو با C1 اشاره کنم. C1 این برابر است به این اشاره چی میگوید کانستانتی یکم به جمع کانستانتی دویم. از همین اکنون حاصله حساب کردن لازم است. برای آن که نشان دهم که این فونکسی ابتدایی طرفی دست چپ چی میگوید فونکسی f از x و g از x باشد. آنگاه این چی میشود؟ این برابر است به x کوب تقسیم 3 حاصلش این برابر است به x کوادرات. حاصله سینوس از x برابر است به کاسینوس از x و حاصله C1 این دویمی است. حاصله دویمی برابر 0 است. یا در نوبت خود این چی بود؟ این فونکسی f خودترک اینش فونکسی g خودترک. اینجا می نویسم f خودترک جمع g خودترک. خیلی چی حاصل کردیم؟ حاصل کردیم که اینجا طرفی راست سومه فونکسیوی داده شده می باشد و طرفی چپ این سومه فونکسیوی ابتدایی همین دو فونکسی داده شده که عیناً با یکدیگر برابر است.